نسخه دل و جانم، امیدم، آرزویم، ارمانم. السلام علیکم بیننده های عزیز ما، السلام علیکم مخلصان عالی قدر. من امروز ما آمدیم برای تبریک کردن با یکی از آن محله های بهترین و محله نوروز. برای تبریک کردن مادر خاندان نشاناتی از نام پدر مادرشان، از نام عبدالنظر اکا، از نام اولویتی تبریک میگوییم. یک جهان آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. با شبکه شنگان رفتیم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان. سلام برسانیم به هر یکی شما. من امروز ما وظیفه‌دار شدیم که در این روز خرسندی، در این خانواده بسیار هم زیبای سمندرکه، یک روز خرسندی، یک روز خوشبختی، زادروز نشاناتی را جشن گرفته ایستاده بودیم. نشاناتی به ملال باشیم یا نام تکلیف میکنیم. السلام علیکم، امروز روزتان مبارک. امروز روزی زادروز مولود خجسته تان را صمیمانه تبریک میگوییم. شما را تبریک گویی آمدیم از نام آن نفرانی که بهر شما چشمه مهر و محبت هستند، چشمه حیات شما هستند، چشمه زندگی شما هستند. آفریدگار شمایان از نام پدر مادرتان، از نام عبدالنظر اکا اولویتی شما را تبریک کنی آمدیم. گفتند که امروز فرزندی به جان نزدیکترین ما را، از قلب ما گوهر نایاب ما را تبریک گوییم. دختر نازنین ما هر وقتی که ما صاحب فرزند، صاحب دختر شدیم، چندان مراتب خرسند شده بودیم که صاحب در کلید جنت شدیم. دختر نازنین ما یک دختر با عقل، با تربیت حاضر باشد در حیات و در زندگی دوگانه بهترین من. سیرگویا که من هر بار مصلحتچی من به مصلحت من یک قدم را نمیماند، همیشه دعاگیر ما هستند. برایشان رسانید که دوست می‌داریم. مانند ما حیات خوشبختانه را به سر برند و همراهی داماد خاندانمان عمری دراز بینند. صاحبی فقط علامت روزهای خرسندی شوند، حضور و حلاوت فرزندانشان را دیده گردند. امروز بزم زیبایتان مبارک. از نام مادر عزیزتان، از نام پدر مهربانتان برای شما می‌رسانیم. بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. امروز مولودتان مبارک، امروز روز خرسندیتان مبارک. هر وقتی که پدر مادر میشوند، در حقیقت مادر را چقدر وصف کنیم میارزد. مادر خلقت بی‌بهاترین است برای فرزندان. مادران هستند که فرزندان سر بالا کرده از هیچ کس کم نشده میگردند. امروز نیز نشاناتی روزی خرسندیتان است. شما را وصف میکنیم برای مادر، برای هستیتان، برای خرسندیتان. امروز زادروزتان مبارک باشد. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. منزل لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی دیده هایم مادرم. اللهی فارغ و پند و نصیحت های تو شد سرادی زندگی با بقایم مادرم. بر سرت بشکفته گلهای سفیدی آرزو باعثی اوجی من و نشئی نمایم مادرم. بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبحی صفایم مادرم. امروز روزتان مبارک. مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگیم. بگذار الان خیلی چقدری که پدر مادر شما را در این خیلی روزهای خرسندی خرسند کردن، شما هم وظیفه دار هستید که این خیلی بزم زیبا را تشکیل کرده آنها را تبریک کنید و تاج سر طلایی کرده گشتنتان نصیب کند. البته به نزد شما پدر مادر اگر بیمال باشند به نزدتان تکلیف میکردیم. پدر مادر عزیز را مرحمت، عبدالنظر اکا اولویتی مرحمت شمایان را به نزد فرزندان تکلیف میکردیم. مرحمت. امروز روزی خرسندی مبارک باشد. مرحبا. سرپریز شودن؟ مادر جان عزیز، امروز نیت کرده بودید که دخترک نازنین ما تبریک میکنم. دختر برای نزدیکتر استیم، دختر برای
پدر مادر از همه نزدیکترین، از همه مهربانترین میشده است. خبرگیره، جان سوزان، دل سوزان همیشه با یاد آنها بوده است. امروز من دختر نازنینتان صاحب خیلی کاشانه، صاحب خیلی فرزندان، عائله و بخت و خوشبختی هستند. از شما انسانی خوشبخت‌ترین نیست در این دنیا. بگذار هر بار آماده شمایان را تبریک کنیم. من این خیلی روزهای خرسندی فرزند را تبریک گوییم. امروز بزم زیبا مبارک باشد. اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر پدر، در عزیزی هر یک شیرین ترند از همدیگر. بهر فرزند خود غمخوار و دانا و انیس، راستگوی و حاضر جواب، آزاده و شیرین سخن. حاضر عبدالناصر احمد یک تا شرکت تبریک کنیم، مهمانا و خوش آمدید بگیم و فرزند رو تبریک میکنیم. مرحبا. سلام علیکم خواهر دادران، خوش آمده به درگاه نشان من. بر سر اوکویاکوش ساق باشد. خدا گردونده دادگیش به 100 بار شکر میکنم که من همین صاحب 3 فرزند شده ساق و سلامت گشته. از خدا همینه میطلبم که با یک سمیره کن با کلونی با اخور غلطه گوش کنه، خونه آدمی کلون شود. منی حسینی کویا کن بارین دیکتار شود میخوابن. همه خونی اکا به همه خیل برای مادران گفای نه شروع زنم. شامده به درگاه دختره که من رحمت سلامت باشند مادر عزیز. رخصانایتی رحمت نیت‌های نغز و نکبت. امروز روزی خرسندی است. ایشانایتی بحری زنها، بحری مادران، بحری بانوان همه‌شان را جمع کرده از آن پرسان کنیم که از همه تحفه بی‌بهاترین چیز گوییم. با یک کلمه با یک واز بگویند که گلدسته و گلهای زیبا. امروز در این فصل بهاری زیبا، در این باد و هوای بسیار هم فارم، در آمد 8 مارت چخیلی یک روزهای خرسندی بالای هم است. حاضر در دست پسراتانه خطا نکنیم. در دست پسراتانه یک دستگل زیبا رو میبینیم و مادر میسپاریم، آغوش میکنیم، مادر را تبریک میکنیم. مرحبا، زاد روز مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. وقتی محبت صبح سلامت گردید. الهی من خدا خواهد همین سالهای نصیبت کلیف باشو بیان و خاندان و خدمت کنن و آمده باز شما تبریک کردن نصیب کنن. در اینجا حاضر میدیدیم یک انگشترین تیلا بود یک سورپریزی بسیار هم زیبا بود. البته بمانان باشیم اگر یک تا کرسکی بخواد میزنیم آن تیلاواری را برای مادر مهربان خاندان میرسانم. مرحبا، زاد روز مبارک باشد. مرحبا. رخصانخانه آن سورپریز را آشکار میکنیم یا سوال میکنیم چی بوده گشه؟ چی باشد نشانایتی؟ آن عکسای عاشقانه باشد یا جوانی باشد چی باشد؟ یا ببینیم؟ سمندرکه؟ کجا رفتن؟ همینجا می؟ خوش ما آماده نشانه پارتا میبوریم یا سخنهای نیک میشنویم از کلام سالانه از تاباجانی عزیزشان. روزی گذشته در خاندانشان مهمان شده بودیم. البته امروز روزی خرسندی است. جگرگوشتان را تبریک میگوییم. پس از آن باشد نیت‌های نظم مادران را میشنویم. مرحبا. اولا السلام علیکم مهمانای عزیز، مهمانای گرامی، هموطن با خوش آمدید میگیم. رحمت کلام ما میخواهیم همین جیانمان عمرکش دراز شود. چی نیت کوشه نیت خوش به قصد الهیم 100 ساله شده. خاندانش را فقط روزهای نظم داره. دکتر جان شما هزاران رحمت خدمت خلق بسته. عمرکتان دراز شود. کسب کاری هموطن با خدا برکت یاد. سلامت باشه. السلام علیکم مهمانان گرامی. اولا بار خوش آمده به درگاه جیانی من.
پیشانگانه ما صد در سری بخشاش و سرش قسم شود سمندر جان که خوش پیر شده ساق و سلامت گردد یکم خدای بر سلامتی عمری دراز رزق فراز دید بریم سر تینج باش فقط روزای نقصی دا بیه منم در همه سخنهای همین آیتیم خطی نشانهای الهی 100 ساله شود تو مدکتی الهی همه سه که الان آورده فرمانبری شده که نخواه خدمت کرده نبرای عبیره ها دیده 120 ساله شود الهی سمندر که خوشپیر شود الهی بکر نشانه شما ده مهمت کو گلو 100 ساله شد پیری به دولت شد اما وقت کاره خود برو بودید رحمت السلام علیکم مهمان اکا همه کتان خوش آمدید ما درگاهی نشانه آی نشانه های امروز 100 ساله شب من روز دو روزش سه تکرین خوش رو بیاره در 20 تا نوره دار شد نشانه من به تو عمری دارم رزق فراز از اون میطلبم میخواهم که با همراهی همسر پیر شده حضوری برای چقاوات دیده در عزت و در حرمت باشی در خدمت پدر و مادر در خدمت پدر عروس و مادر عروس باشی بچه کن در این روزهای خوشی من فقط در خاندانت همین خیل بزمهای خوش را دیدن را میخواهم سلامت باش رحمت بادران راهگذر در این خیلی کاشانه ها مهمان میشونن و هر یک نیت هایی نیک با آمین میگفتن من در اینجا جگربندان نزدیکان خیشان چقدر نیت های نقص کردن حاضر از نام خواهری جانتان سخنهای نیک رو میشنویم مرحمت янгава ҷон сад бадаре акем ки пеша пеше بریم سر بچه‌تون رو ساقامان کرده برایش نقص کردتون تبریک رحمت سلامت باشن مادران عزیز حاضر آمدی 8 مردم پیش از همه تبریک کنیم پیش از همه از نام تمام مردان از نام فرزندان بگویند همان روزی که زن را آفریدند گلی نازی چمن را آفریدند به حسن و قامتش اندازه کرده سپس سرو و سمن را آفریدند آن گلهای زیبایی که در روی دنیا است از حسن شما از نقش شما آفریدند البته امروز روزی خرسندی است تا آمدن پادشاه خاندان تا آمدن سمندرکه حاضر پدرشان را تبریک میکنم امروز روزی خرسندی را امروز زادروزی دختر نازنین را مبارک باد میگوییم دختر از همه مهربانتر برای پدر میشده است مرحمت السلام علیکم مهمانان گرامی من دخترم نشانه خوش آمده نور دیده تاج سر الهی نشانه سر بدرایی حضوری برای چقه بدید پدر و مادر را حرمت کنید السلام علیکم رحمت خدا خلا آمدنه اولای خلامی ما از آمدن نامتان را میگیریم خاله جان عزیز امروز روزی خرسندی کلین پاشا مبارک باشد در این خاندان پرفیض مهمان شدیم نیت کردیم که این خاندان فقط آوازی توی و سرود برایت گفته وضعیت نیت های نقصتان که کلین پاشا تبریک کنید مرحمت اولا بار السلام علیکم مهمانان عزیز همتون در گاه ما خوش آمدید این کلمه امروز تولدشان لون صد بدران سلام که خوش پیر شود حضور کشم من دیده گردم چی نیت کاشم نیتشان برسن رحمت سلامت باشد حاضر تا آمدنی سمندرکه تارتون نبریده میستیم بگذار بیاین هم جای نیت کرده شمهاش خاموش کرده میبریم
برسیم. شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب باز تو می‌نویسم جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من امروز خورسندی را دوچند خورسند میکنیم بعضی را دوام میدهیم و همه صورتهای شوق برای شمایان میرقصیم بعضی امروز را دوام میدهیم
عزیزان این بودن یک لحظه خرسندی خانواده سمندرک که البته مادری مهربانی خاندان نشانایی را از نام پدر مادرشان تبریک کردیم یک جهان آن لحظه ها را پیشکش شما کردیم با ما باشید با شبکه شهنام سلامت باشید جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک